大家好，今天我们还是继续学习汉语。今天是第4课. سلام دانشجویان عزیز، درس زبان خطایی را آغاز میکنیم. امروز درسی 4. موضوع نوبتی ما درباره واخوری، دوست داشتن، بد دیدن و غیره. از واخوری سر میکنیم. واخوری با زبان خطایی جمین یعنی واخوری. با واخوری مثال میاریم. 我想和你见面，我想和你见面。من想خواستم和با نی شما جمین واخوری. من میخوام با شما واخورم. 我想和你见面，我想和你见面。موضوع دیگر认识شناسایی. ترجمه میشه شناسایی. یک چند مثال میاریم. 认识你很高兴，认识你很高兴，认识你很高兴. یعنی از شناسایی با شما شدم. 认识 شناسایی، نی شما، خن خیلی، گاوسین خرسند، خوشبخت. و مثال دیگر. 我认识他，我认识他，我认识他。من او را میشناسم. من认识 شناسایی تا وای من او را میشناسم. 我认识他，认识他. و مثال دیگر. ای یعنی دوست داشتن. دوست داشتن. یک چند مثال میاریم. 我爱你，我爱你，我爱你，我爱你. یعنی من تو را دوست می‌دارم. مثال دیگر. 我爱我的妈妈，我爱我的妈妈，我爱我的妈妈. من مادرم را دوست می‌دارم. مثال دیگر. بد دیدن. خن خود معنای بد دیدن می شود. 我和你من تو را بد می بینم. و مثال دیگر. زیبایی پیاولن. زیبا خوشروی پیاولن. یک مثال میاریم. 你很漂亮，你很漂亮，你很漂亮. تو خیلی زیبا هستی. 你很漂亮. تو خیلی زیبا هستی. و باقی در پناه یاد تا درسی آینده. 不好意思啊，我来迟了。你好，美女。既然我们都是来相亲的，我就直接问了。行，你问吧。这车是你的吗？对啊，是我的呀。那你有房吗？市中心2套别墅。那你存款多少呀？8位数。哦，我觉得你条件还不错，我们可以继续聊一聊。你怎么不问问我有没有看上你啊？你有什么呀？我长得漂亮呀。你的意思是咱俩结婚你就出一张脸呗？下车，下车！哎呦我的妈！脸皮真厚。抖音。